ژورنالیست توجیک دلیر امامعلی خبر داد که ضرابالدین سنت الله دانشجوی سال دوم رشته زبان انگلیسی دانشکده زبانها و عضو سازمان اوانگارد یک گروه ترول‌های مربوط به اوبوب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز قربان ابلاغ شده و از جانب کارمندان میلیت و کمیسریات حربی نویه فردوسی شهر دوشنبه مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. به ضرابالدین سنت الله میسر شده است که لحظه‌های بدرفتاری کارمندان میلیت و کمیسریات را ثبت کند. در ثبت دیده می شود که نسبت به این جوان 19 ساله زاده نویه بلجوان از الفاظ قبیح‌ترین کار میبرند و گلویش را به اندازه بوغی میکنند که او به نالش میدراید که کشتید مرا. ضرابالدین میگوید در یک نانوایخانه در بازار سخاوت هم کار میکند و صبح 20 اپریل وقتی که او در جای کارش درس‌های خود را تیار میکرد کارمندان میلیس و کمیسریات حربی نویه فردوسی زده به آنجا در آمدند و او را مجبوراً با خود بردند. این جوان میگوید هرچند گفت که دانشجو است او را با زوری کشاله کرده بردند. ضرابالدین میگوید در راه به کمیسریات او را نه فقط زیر باران دشنام‌های قبیح قرار دادند بلکه او را هم زدند و هم گلویش را بوغی کردند. او میگوید همه دشنام و اقارت‌های ابلوچیان را ثبت کرده است. در همین حال گروه اوانگارد روز 22 اپریل در صفحه‌اش در فیسبوک اظهار داشت که ضرابالدین سنت الله عضو گروه جوانان اوانگارد نبوده، با گروه ما یگان رابطه نداشت و ندارد. اوانگارد گفت مؤلف دلیر امامعلی به خاطر جلب تماشابینان بیشتر ادعای این جوان را درباره گویا عضو این گروه بودنش در سرلفه ویدیو هم استفاده برده او را همچون عضو اوانگارد معرفی کرده است. در هر موسم دعوت حربی از حساب جوانان گروه اوانگارد دهها و حتی صدها نفر به صف قوه‌های مسلح کشور پیوست شده مردانوار خدمت نموده ایستادند. اعضای گروه جوانان اوانگارد نیاز به ابلاغ یا مجبوراً مثل ترسوها به صف قوه‌های مسلح رفتن را ندارند، چون که آنها در گروه جوانان اوانگارد الکی مکتب مردانگی و وطن دوستی را در پهلوی کارمندان حفظ حقوق گذاشته در هر لحظه آماده حفظ مرز و بوم وطن میباشند. ادعا کرده است اوانگارد در اظهاراتش. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان امروز با شکایت‌ها از ابلاغ یا سرباشکار جریان میگیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه و بازارها دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.